салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, хуш омадед ба канали омӯзишии мо. Дарси 51 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Hello dear friends, welcome to our channel. Today lesson 51 from English in 99 days. 100 English phrases for tourists, part 5. Let's go. خب دوستانی عزیز، امروز بخشی پنجمی صد اباره انگلیسی برای سیاحان است. امروز از اباره 41 تا 50 میگیریم. I need to go now. I need to go now. خب I need to go now ترجمهش میشود که من باید الان بروم. من باید الان بروم. خب در این جایی که now آمده است، now این رو ما میتونیم عوض کنیم، بگیم که I need to go tomorrow. I need to go tonight. یعنی که من باید که فردا بروم، یعنی که من باید که امشب بروم. خب یعنی در جای این now میتونیم روز را مونیم، یعنی today امروز میروم، یا که tonight امشب میروم، یا که tomorrow یا که فردا میروم. و همچنین در جای این now میتونیم این ظرف زمان است، میتونیم این را با اسم تبدیل کنیم، یعنی مکان. I need to go to school. من باید به مکتب بروم. I need to go to university. من باید به دانشگاه بروم. I need to go to beach مثلا، یعنی من باید که به ساحل بروم، یعنی ساحل بحر مثلا. خب عباره 42 yesterday, today and tomorrow. خب یک نفر میپرسه که شما مثلا به اینجا کی اومدین، میگیم yesterday. یعنی خب سوال اگر بگیم when did you come to here، اگر بگیم به اینجا، یا که بگیم که کی اومدی، میگیم که when did you come، کی اومدی، yesterday. When do you go، کی میروی، میگیم today، امروز میروم، یعنی که tomorrow. خب اینجا کلمه yesterday امروز، today yesterday دیروز، today امروز and tomorrow فردا. خب در این جای کلمه ها میتونیم باز دیگر کلمه ها رو بمونیم. مثلا yesterday evening، یعنی شامی دیروز، یعنی که بگیم به لهجه دینه بگهی. today evening، یعنی که مثلا in the evening در شام، وقتی این the آوردیم همین روز در نظر داریم. in the morning در صبح، یعنی که the morning صبح، مثلا صبح همین روز در نظر داریم. and tomorrow مثلا tomorrow morning، یعنی فردا سحر. tomorrow evening، فردا شام مثلا. خب و عباره 43 can you give me an example. میتونی برای من یک مثال بیاری. یک نفر میگه که book، میگیم ما book رو نفهمیدیم، یعنی میتونی یک مثال بیاری. میگیم که I am reading book now. من حاضر کتاب خوندستم. book بعد میفهمی که book کدام نظر داره، یعنی an example یک مثال بیار، یک مثال بیاری. یا که در جای این an example میتونیم بگیم که can you give me your pencil، میتونی قلم تا برای من بدی. can you give me your book، میتونی کتابت را بدهی. can you give me that pencil، انا هم قلم میتونی برای من بدی. can you give me this chair، میتونی این کرسی را به من بدی. خب در جای این an example میتونیم دیگه کلمه ها رو استفاده کنیم.
ибораи 44 please wait a moment. Please wait a moment. лутфан як лаҳза мунтазир бош. лутфан як лаҳза мунтазир бош. дар ҷои a moment метавонем бигем ки please wait a minute. лутфан як дақиқа мунтазир бош. Please wait 5 minutes. лутфан 5 дақиқа мунтазир бошед. Please wait 10 minutes. лутфан 10 дақиқа мунтазир бошед. Окей? ба филм фаҳмидем? خب فهمیده باشین دوام میتیم. excuse me. excuse me یعنی معذرت میخواهم، یعنی که مرا ببخشید. excuse me. خب در جای excuse me دیگر اصطلاح ها هست، مثلا sorry میتونیم بگیم، یا خطا نکنم این عباره گذشت شاید. عباره 46 I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. یعنی من معذرت میخوام که تو را تشویش دادم. من معذرت میخوام که تو را تشویش دادم. خب در جای یو مثلا ما میتونیم him استفاده کنیم. why یعنی him یا اینکه her. I'm sorry to bother him یعنی یک نفر گفته که من معذرت میخوام که باید تشویش دادم. I'm sorry to bother her. وای دختر رو مثلا شاید که تشویش دادیم، یعنی شاید بسیار سوال کردیم یا که بسیار پرسیدیم، بسیار گپ زدیم، تشویش دادیم خلاصه. I'm sorry to bother you. Okay. عباره 47 Does anybody here speak Russian? Does anybody here speak Russian? آیا یگان کس در اینجا با زبان روسی گپ میزنه؟ آیا در اینجا یگان نفر با زبان روسی گپ میزنه؟ در اینجا Russian میتونیم دیگر زبان ها رو نیز علاوه کنیم. Does anybody here speak Tajik language? در اینجا اون کس تاجیکی گپ میزنه با زبان تاجیکی. Does anybody here speak English? در اینجا اون کس با زبان انگلیسی گپ میزنه. Does anybody here speak Arabic? در اینجا اون کس با زبان عربی گپ میزنه. Does anybody here speak Turkish? در اینجا اون کس با زبان ترکی گپ میزنه. خب عباره 48 I don't speak English very well. من زبان انگلیسی رو قدر خوب صحبت کردن نمیتونم. یعنی این معنی رو داره که یک کم و بیش میتونم صحبت کردن. خب جای خط کشیدگی رو عوض میکنیم. I don't speak Russian very well. I don't speak Turkish very well. I don't speak Arabic very well. I don't speak Tajik language very well. Okay. عباره 49 I speak English a little bit. I speak English a little bit. من با زبان انگلیسی یک کم بیش صحبت کردن میتونم. یعنی من یک کم بیش با زبان انگلیسی صحبت میکنم. من یک کم بیش با زبان انگلیسی صحبت میکنم. یعنی یک نفر میپرسد که Does anybody here speak English? بعدن چی میگیم؟ I speak English a little bit. I speak English a little bit. I speak English a little bit. Okay. خب عباره 50 I need an interpreter. I need interpreter. I need an interpreter. من با یک ترجمان نیاز دارم. خب این interpreter میتونیم جوش با translator نیز عوض کنیم. translator. خب interpreter ترجمان می شود، translator نیز ترجمان می شود. خب تقریبا هر دوش یک مفهوم دارد، اما یک کم ترک فرقیت دارد. اون فرقیت چه بگیم؟ interpreter ترجمانی شفاهی را میگن، دهانی را، یعنی یک نفری که دهانی ترجمه میکنه. اما translator ترجمانی را میگن که هم دهانی ترجمه میکند هم خطی ترجمه میکند. یعنی یک کتاب ترجمه میکند، مثلا یک نامه را ترجمه میکند، یعنی نوشته ترجمه میکند. خب فرقیت چون همین است. خب اینجا رسیدیم به پایان درسی 51 از سلسله درس‌های زبان انگلیسی در 99 روز. این بود قسمتی 5 100 عباره انگلیسی برای سیاحان. خب دوستانی که تا حال آبونا نشده‌اند، برای دستگیری کانال ما لطفاً خواهش میکنیم آبونا شوند و همون گذاشتن لایک ها را نیز فراموش نکنند و تا درس های نوبتی موفق سربلند باشین. برای شما در جاده آموختن زبان کامیابی ها خواهانیم. See you next class. Goodbye.